هر سال تاجیکان روز وحدت ملی را جشن می‌گیرند. روزی که به جنگ شهروندی 5 ساله پایان داد و امنیت نسبی را به کشور آورد. اما چطوری که انتظار می‌رفت، تجزیه قوه‌های سگانه و یک کشور دموکراتی پیشرفته به وجود نیامد، بلکه برعکس در طول این 21 سال بر پایه این سازشنامه صلح که اجرایش را سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، روسیه و ایران تضمین کرده بودند، قدرت در کشور در دست یک گروه و به تدریج یک خانواده قرار گرفت. اکنون پس از گذشت 21 سال از امضای سازشنامه صلح، دولت حاکم است که در خودکامگی و خویشاوند سالاری آن کسی شک ندارد. تحت یک چنین حکومت جنگ و صلح هم تعریف دیگری دارد، تعریفی که با مفهوم جنگ صلح 21 سال پیش متفاوت است. امام علی رحمان طی این 26 سال یک کتاز میدان قدرت در تاجیکستان است. صرف نظر از امضای سازشنامه صلح بیش از 11 سال است که رسانه‌های حکومتی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک طرف دویم صلح را همچون عامل جنگ و بی‌ثباتی و امام علی رحمان را همچون اساسگذار صلح معرفی می‌کنند. در کتاب‌های تاریخ معاصر تاجیکستان هم هیچ سخنی نیک از طرف دیگری صلح نیست. نمایش عکس و ویدیو با حضور رهبران مخالفین پیشین در تلویزیون ممنوع است. در موزه ملی کشور که از بزرگترین ها در پهنای شوروی پیشین است، تنها یادآوری سالهای جنگ آشتی کتاب‌ها و عکس‌های از امام علی رحمان وجود دارد. افزون بر این، 2 سال پیش امام علی رحمان با امضای یک قانون رعیتش را موظف کرد که از آن به بعد او را اساسگذار استقلالیت تاجیکستان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت بنامند. هیچ کس حق اعتراض را نداشت. در آستانه سقوط اتحاد شوروی طی سالهای 1988 تا 1991 در جنوبی امپری شوروی جنبش ملی آزادیخواهی تاجیکان به سرعت شکل می گرفت. این جنبش ویژگی خود را داشت. در آن استقلال خواهان و روشنفکران ملیگرا و اسلامگرا در یک سنگر کنار هم در برابر حکومت کمونیستی قرار گرفتند. حکومت کمونیستی تاجیکستان که همیشه گوش به فرمان مسکو بود و تجربه تصمیم گیری سیاسی مستقل را نداشت، در برابر امواج اعتراضات هیجان زده شده بود. تصویب قانون زبان در سال 1989 که زبان تاجیکان را دوباره فارسی نامید و اعلامیه استقلالت تاجیکستان در سال 1990 تحت فشار همین نیروها صورت گرفت. کار و پیکار سیاسی به خیابانها و میدانها سرازیر شد. 2 میدان، شهیدان و آزادی رو به روی هم قرار گرفتند. رحمان نبیف، رئیس جمهوری همان وقته تاجیکستان، در همان ایام در میان هواداران خود در میدان آزادی 1700 قبضه اتومات کلاشنیکوف توزیع کرد و عملاً چرخ جنگ داخلی را به حرکت درآورد. دیویزی 201 در این اقدام نقش مستقیم داشت. اوضاع تیزتون شد. فشار میدان شهیدان بر میدان آزادی سنگینی کرد و هواداران دولت پراکنده شده به کلاب برگشتند. اما اتومات‌های کلاشنیکوف که به آنها تقدیم شده بود همراهشان بردند. کشمکش‌های سیاسی حکومت مصالحه ملی را روی کار آورد. اما هواداران میدان آزادی، آنهایی که در آرزوی برگشتن شوروی بودند، آن را به رسمیت نشناختند. ماه نوامبر سال 1992 در قصر ارباب شهر خوجند اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در این اجلاسیه حکومت مراسای ملی ظاهراً به خاطر برقراری صلح و آرامش در کشور، اما با فشار روسیه و ازبکستان از سر قدرت رفت و امام علی رحمان همچون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. در این اجلاسیه آش آشتی بین دو طرف به خاطر حفظ امن و ثبات داده شد و انتظار می رفت که حکومت جدید با رهبری امام علی رحمان صلح و ثبات را به کشور باز می گرداند.
اما برخلاف انتظارها و آرمانهای ملت، حکومت جدید با سرپرستی امام علی رحمان با تیر و توپ خارجی ها وارد دوشنبه شد و وضعیت نابسامان وقت را به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل داد. این نخستین عهدشکنی امام علی رحمان نسبت ملت خود بود. متاسفانه چه روسیه بوریس یلتسین و چه ازبکستان اسلام کریموف که هر کدام یک تاجیکستان تابع و ضعیف دیدن می‌خواستند، از جنبش های ملی تاجیکان سخت نگران بودند. همین بود که این دو کشور را با استفاده از اوضاعی که در تاجیکستان پدید آمده بود برای رسیدن به اهداف خود وارد عمل شدند، آن هم از راه نظامی در کنار حکومت رحمان و بر ضد جنبش های ملی. با رهبریت حزب نهضت اسلام در کجایی که نباشد رازگی دادم، واخوری کنیم و مناقشه های بین تاجیکان را با یکدیگر حل و فصل نماییم. در پی چندین دور گفت و شنیدها بین حکومت و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک، سرانجام روز 27 ایون سال 1997 در مسکو پایتخت روسیه پیمان صلح تاجیکان میان سید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان و امام علی رحمانوف پرزیدنت کشور امضا شد. مخالفین تاجیک به آنچه موظف بودند مثل برگشت پررای مهاجرین، وارد شوی مجاهدین به ارتش و گذاشتن تمام اسلحه خود به زمین و غیره را اجرا کردند. اما حکومت با رهبری امام علی رحمان از همان لحظات اول صلح با بهانه زیاد عهدهداری‌های خود را اجرا نکرد. از جمله باید عفو سراسری صورت می گرفت و همه زندانیان سیاسی آزاد می شدند که این کار انجام نیافت و صدها مخالفین کشور از زمان جنگ شهروندی تا کنون در زندانهای کشور به سر می برند. از 30% مقامهای وعده شده در قوه‌های اجراییه به مخالفین درصد کمی داده شد. آن درصد کم نیز با بهانه‌های مختلف با مرور زمان از دست مخالفین گرفته شد. تأمین انتخابات‌های آزاد که اصلاً اجرا نشد و همه انتخابات مالامال تقلب و زوراوری بودند. تا انتخابات سال 2015 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با وجود محبوبیتش بین مردم و کسب اکثر آرا تنها 2 کرسی در پارلمان را صاحب می شد. آزادی ها به هیچ شکل کفالت داده نشد و مخالفین همیشه مورد فشار و تعقیب قرار داشتند و حکومت در همه ساحه ها یک کتاز باقی ماند. در طول 21 سال پس از امضای سازشنامه صلح و وحدت ملی، اعمال ضد و نقیض زیرین در این کشور مشاهده می شود. امنیت جمعی در تاجیکستان تا حد برقرار بوده، اما امنیت فردی هیچ کس به استثنای عائله حکمران ضمانت ندارد و در هم موردهای لطکوب، بازداشت و ترور چهره‌های سیاسی به قید گرفته شده است. حکومت امام علی رحمان در این مدت یک کتاز باقی ماند، اما هرگز از جمله حکومت‌های استوار موفق نبود. حکومت ادعای حفظ حقوق بشر می‌کند، اما همواره به نقض حقوق بشر متهم شده است. قانون‌های مدرنی روی کاغذ وجود دارد، اما هیچگاه عدالت قضایی وجود نداشته است. حکومت خود را همچون یک دولت دنیوی می‌شمارد، اما بیشتر از هر موضوع دیگر در امور دینی و عقیدتی مردم دخالت کرده است. در یگان آیت، در یگان حدیث، در یگان گفته های صحابه نیست یگان چی که انا ایشا کنین، انا خلقای کنین، انا نیست یگان چی نیست. اگر در سال 1992 200,000 آواره در افغانستان بود، اکنون تاجیکستان نزدیک به 2 میلیون نفر مهاجری کاری دارد. تنها در سال 2010 بیش از 210,000 شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را کسب کرده اند. اگر از سالهای 90 تا سال 2015 تاجیکان به روسیه مهاجرت می کردند، از سال 2015 به اروپا هجرت می کنند.
تاجیکستان در مسئله حق مزد در پایین‌ترین جایگاه در لیست کشورهای سابق شوروی، اما در مسئله نرخ و نوای بازار در بالاترین رده قرار دارد. اگر در زمان امضای سازشنامه صلح هیچ خویشاوند امامعلی رحمان رسما در منصب‌های بلند نبود، حالا سر از پارلمان و دستگاه اجرایی رئیس جمهور و وزارتخانه‌ها تا پاسبان‌های پشت در دست فرزندان و نزدیکان رحمان قرار گرفتند. سال 2015 امامعلی رحمان بار دوم عهد شکنی کرد. با تشکیل حوادث خونین سپتامبری نه تنها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را منحل و تروریستی اعلان کرد، بلکه ده‌ها فعال سیاسی را به زندان فرستاد و کشور را به یک بحران و بنبست سیاسی روبرو ساخت. هموطنان عزیز، بیش از 200 نفر فقط از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این چند ماه اخیر به زندان رفته است و این 5 نفری که اینجا می‌بینید شما، برای اینها حکم حبس ابد درخواست کردند. این 5 نفر مگر چیکار کردند؟ اینها مگر برای تاجیکستان چی خواستند؟ اینها بجز آبادی و سربلندی ملت چیزی نمیخواستند. محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت: امامعلی رحمان با بستن حزب و بازداشت و سرکوب فعالان سیاسی آخرین تیر را بر بدن ضعیف صلح و وحدت ملی انداخت و با همین سازشنامه صلح و وحدت که یک وقت برای جهانیان یک نمونه خوب صلح آفرینی یاد میشد، از طرف حکومت پر شکسته شد. شکستن صلح و وحدت ملی در یک شبانه روز انجام نیافته است، بلکه ریشه های آن به مابعد انتخابات پارلمانی سال 2010 و جلسه محرمانه امامعلی رحمان با رهبران مقامات قدرتی و نهادهای تاثیرگذار که به پروتکل 3220 مشهور است برمیگردد. جلسه مخفی و پروتکل 3220 نیت امامعلی رحمان جهت سرکوب مخالفین مسالمت‌آمیز خود را به طور آشکار نشان داد. پس از این فشارها به مخالفین، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و جمعیتی و ضیائیان، به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عمده‌ترین حزب مخالف کشور، به طور چشمگیر شدت یافتند. شما میدانید که این فشارها عمدتاً از سالهای 2011 این جانب شروع شدن، بعد آن که یک پروتکل در سطح خیلی بلند کشور قبول گردید با نام پروتکل 3220 و در مطبوعات‌های دوری و در اینکه وسایل اخبار عامه به نشر رسید. خب بعد او ما دیدیم که اون به حقیقت تبدیل یافت و بعد این پروتکل قبول این پروتکل یک سنجشی سراسری پروتکل بین‌المللی از حزب ما دیدن کرد که الحمدلله که بدون یگان کم کاستی این سنجش به پایان رسید و همگی از فعالیت قانونی ما از طبق قانون بودن تمام کارگزاری حزب ما خلاصه دادند و این جنبست شد. بعد این همگی میدانیم که در سراسر کشور در وسایل اخبار عامه به خصوص وسایل اخبار عامه دولتی محفل‌های در محل‌ها برگزار میشه که در اونجا شخصیت‌ها را مثل امروز آورده در نزد کامera تلویزیون اونها از حزب برآمدن خود را یا حزب و جامعه در کار نبودن خودش حتی بعضی از ملاهای کشور آورده وادار به آن کردند که گفتن که حزب در اسلام نیست و امثال همین. همه عملها و تبلیغات حکومت از سال 2011 تا سال 2015 حاکی از آن بود که امامعلی رحمان الکی تصمیم منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را اتخاذ کرده است. تنها مسئله وقت است. میانه ماه سپتامبر سال 2015 ده‌ها مسئول ارشد حزب نهضت اسلامی بازداشت شدند و کمی بعدتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیتش ممنوع گشت و سازمان تروریستی اعلان شد. اقدامی که نه تنها از طرف کشورها و سازمانهای بین المللی ضامن صلح مثل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، روسیه، ایران و غیره حمایت نشد، بلکه از طرف بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی این اقدام حکومت را محکوم کرده آن را دارای انگیزه سیاسی نامیدند. در 26 سال حکمرانی امامعلی رحمان سال 2015 و سال 2016 سخت‌ترین سالها برایش بودند. در این 2 سال
پس از منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صدها بیانیه‌های انتقادی و محکوم کننده دریافت کرد و روابطش با چندین کشورها و سازمانها سرد گشت. Самые примитивные человеческие представления о том, как можно приходить к власти, как ее узурпировать, как можно нарушать человеческое достоинство, мы видим сегодня в Таджикистане. سوالهای در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وجود دارند که امام علی رحمان و حکومتداران از شنیدنشان میگریزند. اگر چنانه که حکومت ادعا دارد اعضای ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تروریست هستند، چرا محکمه های آنها پشت درهای بسته برگزار گشت؟ چرا ادوکات های آنها از جمله بزرگمهر یاروف و نورالدین مخکموف زندانی و دیگر ادوکات ها تهدید شدند؟ حکومت ادعا میکند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با حاجی حلیم همکاری داشت. آن چگونه همکاری بوده است که اعضای ریاست عالی حزب در آن روزها چندین بار جلسه و نشست مطبوعاتی برگزار کردند و با انتشار بیانیه هر گونه بی‌ثبات کردن کشور را محکوم کردند؟ چرا حکم نهایی دادگاه نسبت 13 فعال نهضتی را مخفی داشتند و وقتی که این حکم در رسانه ها راه یافت در پی جزا دادن عاملان رسانه‌ای شدن این حکم شدند؟ اگر حکومت دلیل و شاهد داشت، چرا دیگر کشورها و سازمان‌های بین المللی با وجود کوشش‌های پی در پی حکومت جهت تروریستی اعلان کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این اقدام حکومت را نه تنها قبول نکردند بلکه محکوم کردند و آن را دارای انگیزه سیاسی دانستند؟ تبلیغات شدید حکومت علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قبل از منع فعالیت آن و دعوت به بستن این حزب چه معنا دارد؟ آیا این ادعای حکومت را مشکوک نمی کند؟ پس از منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم حکومت و هم برخی دایره های منفعتدار فکر می کردند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پس از این سرکوب شدید دویم باره به خود نخواهد آمد و همین طور جزئی از تاریخ خواهد شد. اما برخلاف توقع و انتظار امام علی رحمان و حکومت، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر گروه های مخالف خود را بازسازی کردند، به صحنه سیاسی تاجیکستان برگشتند. امروز هر چقدر کوشش و زحمت به اندازه اگر مقامات امنیت کارهای داخله اجرایی نکشند هم این جمعیت ما را به آسانی پریشان کردن نخواهند توانست. ببینید هر آن کاری که امروز مقامات در برابر حزب نهضت اعضای حزب بخش‌ها انجام دادن، این عملها غیر قانونی هستند. عملها خلاف معیارهای سرقانون جمهوری تاجیکستان، ماده‌های علاهده قانون درباره حزب‌های سیاسی، خلاف معیارهای آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میباشد. آینده باز شاهد آن خواهیم بود که خب حکومتداران ما از این اقدام غیر انسانی، غیر آداب اخلاق اسلامی کنار خواهند رفت. ظهور مجدد حزب نهضت اسلامی و گروه‌های مخالف دیگر در خارج از کشور حکومتداران از جمله خود امام علی رحمان را شگفت زده و عصبانی کرد. اگر امام علی رحمان در طول فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل کشور تنها اشاره‌های درباره آن در سخنرانی‌هایش می‌کرد، حالا تقریباً در همه برآمدهایش نه تنها از فعالیت مخالفین تاجیک در خارج انتقاد می‌کند، بلکه به طور مبالغه آمیز اتهامات بی اساس را به آنها می‌چسباند. این عملش دلالت به عصبانی شدید او از وضعیت داخلی و فشارهای خارجی می‌کند. برای مثال چند عاملی که رئیس جمهوری تاجیکستان را عصبانی کرده است. امام علی رحمان نمیتواند جدول سفرهایش به کشورهای خارجی را اعلان نماید، چون از اعتراضات بر ضدش در کشورهای دیگر میترسد. در 3 سال اخیر روابطش با کشورها و سازمانهای مختلف تیره گشته است. وضعیت اقتصادی کشور به طور بی‌سابقه بد شده است. به وزیر امنیتیش وارد شدن به لیست سیاه مگنیتسکی تهدید میکند و
سازمان ملل متحد با نفوذترین نهاد بین المللی از حکومت طلب میکند که در مدت 6 ماه معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی حید هم آزاد شود و هم خسارت‌هایش جبران شوند. محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلان کرد که امام علی الرحمن در آینده تاجیکستان جای نخواهد داشت. واقعاً چرا کسی که 2 بار بر ملتش خیانت کرده است جای در آینده کشور داشته باشد؟